خانومی که زنگ میزنی میگه حقایق رو برملا کن. خواهر من، برادرم، عزیزم، بی‌ناموسی که اونجا میشینی زنگ میزنی فوش میدی، هر چی میگی لایق خود تو خانوادت. به این ایمیل گوش کن. این ایمیل رو یه دختر 8 ساله نوشته. این ایمیل رو نشون بده. بیا بگیریم بر. نمیخواد خاک تو سرت با این ایمیل نشون دادنت. نمیخوام، برگرد. به این ایمیل گوش کنی. اینو خواهر 8 ساله تو نوشته. با قلبش، با قلمش این نامه رو نوشته. گوش کن. بی غیرت. من که سنگ خودم رو به سینه نمیزنم. من نمیخوام رئیس جمهور بشم نه رئیس مجلس. من فوقش رئیس رادیو تلویزیون رو بدم قانعم. به این ایمیل گوش کنید. با سلام خدمت شما جناب بهرام آریایی عزیز. درود بر تو دخترم. ما نمیدونیم به جز دیدن برنامه شما چه تفریح دیگه ای داریم. امیدواریم روزی برسه که همه چی آزاد بشه. این موی دست منه سیخ. مو به تن آدم سیخ میشه. من کسی نیستم جلوی تو دخترم. جلوی روح تو، جلوی قلب تو، جلوی احساسای تو من کسی نیستم. و الا منم بلدم حمال، منم بلدم پوفیوز گدایی کنم. مثل اون حسنی بد برم مامی و رامی و کامی و فیفی و ببرم تو اون حراج کده مال و جان و ناموس و کثافت کنسرت دبی پول در بیارم. منم بلدم. ولی من نمی کنم که. من به هموطن خودم میفروشم، کار میکنم. این آب ایرانه. $1000. این آب ایرانه. $1000. عوضی این خاک تهران پارس $800. این خاک پیچمرونه $1000. یه سری بادم داریم، باد شمیران الان جدید اومده، اینا $2000. یه سری محصولای دیگه هم داریم که ارزونتر از سایر اجناسمون هست، اینا مسافری میرسه، از اون برمیاد. باد فتح پاچه آریایی 3 تاش $100. من واسه نگه داشتن این شبکه که روح پاچه آریایی توشه رو زدم به مامانم. مامانم هم با روی باز قبول کرد. مامانم $20,000. عوضی مامانم $20,000. استاد به نظر من یه خود تحت تاثیر خنده های بچه ها قرار میگرفت. یعنی اون خنده بهش یه جوری مصری بودش و خودش هم میخندید. درسته این عامل طبیعیه ولی با تمرین میشه اینا نباید تلافی کرد. خسته نباشید. بچه خدا خوش گذشت. استاد مرسی. خسته نباشید. خداحافظ شما. خوش گذشت. بیا بس. دسته شدی نه؟ تو بیزدی کلنگ دسته شدی. بوش کردم. ماشین مدیر آموزشگاه رو نگاه. اینه ماشین مدیر؟ آره. بابا عجب زاغارتی. 3,500,000 پول میگیره، اینه ماشینش. خیلی داغونه خدا وکیلی. چرا اینجوری میکنی؟ نکن دیگه، میام بیرون. دوزگیر که نداره. خب باشه بیرونم میکنن. حالا اینو ولش کن. هفته بعد میخوام یه اتود بزنم بمب از خنده بترکی. دیگه اتودای تو کمدیه دیگه، آدم از خنده. نه خیر چون جدیه. نه بابا جدی. آره بیا ایکس او بازی کن فعلا. مزبدر میام خوب شد امروز تو رفتی اتود زدی و یعنی این استاد می‌خواست خاطرات رابرت دنیرو و مارلون براندو رو تا تهش واسم تعریف بکنه. بچه‌ام که قربونش برم هیچ کی نمیاد اتود بزنه. یه مش خجالتی جمع شدن میخوام بازیگری بکنم. اون جفتشون هم بردم.
همه دنبال سوپر استار شدن و چهره شدن و قربونت برم. کسی دنبال بازیگری نیست. همه که مثل ما هنری نیست. ببینم تو کارگردانی خونده نیست. آره 2 تا فیلم کوتاه خوبم ساختم. چی ساخته؟ یه دونش دفاع مقدسیه، یه دونش هم اجتماع. خوب ساختی یا نه؟ مگه میشه من کارو بد بسازم؟ میارم برات خودت تعریف می‌کنی. من ماشین رو بردم تو یه جا بیا برسونم. قول میدی من برسونم. پدر خونم برسونم. توی کلاس میثم تنها کسی بود که می‌دیدم استعداد بازیگری داره. چند روز بعد رفتم دفتر ایمان که برای فیلم‌ها هنرور یا همون سیاهی لشکر جور می‌کرد تا ببینم میتونه واسم کاری بکنه توی یکی از این فیلم‌ها دستیار دوم یا سوم کارگردانی بشم و از یه جای شروع کنم. با ایمان توی یکی از این فیلم برداریایی که تو خیابون می‌کردم داشتم اومدم بیرون گذاشتم نوردستی حتما براتون سه بیارم. گلت درد نکنه. اینا خدمت شما. اینا دیدن داره ها. آره، ببینم خیلی چه برای کردی. زحمت کشیدم. یکیش گفتی که اسمش آره زیریش بغضه، رویش هم اسمش در تاریکی. دستت درد نکنه. من بشینم سر فرصت اینا رو اساسی نگاه کنم. آقا جون ما در خدمتیم. والا می‌خواستم ببینم تونستید برای من کاری بکنید تو زمینه دستیاری یه جای فعالیت کنم یا نه. ببین بابک جان حالشو داری دو تا کلمه حرف به درد بخور واسات بزنم یا نه؟ آره چرا نه؟ من قصه اینه که شما میخواید دستیار کارگردان بشی. درسته؟ بله. الان یه کارگردان رو در نظر بگیر. این آقا کار اول، دوم، پنجم، دهمش هم برو نگاه کن. منشی، برنامه‌ریز، طراح صحنه، همه از اون کار اول تا این کار دهم با این آقا بودن. نه خود کارگردانه میاد ریسک کنه که یه فرزن شما نوعی رو بیاره تو کار خودش، نه خود گروه اجازه میدن که شما بیا جای اینا رو بگیره. الان قصه اینجوریه. خب بالاخره که باید از اینجا شروع کنم، نباید شروع کنم. هر جا میرم همینو بهم میگن. ببین تهیه کننده که میخواد بیاد کار شما رو قبول کنه دنبال چیه؟ برگشت سرمایه‌اش. خب مگه دنبال کار خوب نیست؟ اگه من کارم خوب باشه چی؟ من تضمین کنم که آقا کارم خوبه. آفرین. بذار یه چیزی بهت بگم. ببین شما در نهایت میخوای کارگردانی کنی دیگه. درسته؟ تهیه کننده هم یه 2000 میذاره وسط. ما یه چیزی این وسط برگشت پولشی داشته باشی دیگه. الان فرضاً شما به عنوان کارگردان بخوای بیا بالای تهیه کننده کار کنی. تهیه کننده که دنبال محتوا و این حرفا نیستش که. دنبال برگشت سرمایه‌شه. دنبال یه کارگردان اسپرستار میگرده که واسطه اینا 4 تا بازیگر بکشه بیاره سر فیلمش. مردم میان بازیگر ببینن، دنبال موضوع و محتوا و این حرفا که نیستن که. مثلا خب اگه کار منو ببینه چی؟ الان هم 2 تا کارو ببینه میبینه که من کارمو بلدم. میدونن تو چی میگی، حرفت درسته، اما خب الان اینجوریه. الان میان بازیگر ببینن. شما همین جشنواره رو برو نگاه کن. 20 تا فیلم اومده بشه تو جشنواره، این بازیگر این میپره تو اون کار، از اون کار میره تو یکی کار. همینا چند سال نگاه کن این جایزه رو میده به اون میده به همینجوریه دیگه. آخه اینجوری که نمیشه جایزه بدی که. آخه کی دارم میدم به سر خوب که. یعنی 2 تا فیلم الان میره تو جشنواره. این 2 تا فیلم جفتش بازیگرای نقشه‌ایش یه نفر باشن. خب یکیشو خوب بازی بکنه، یکیشو بد بازی بکنه. جایزه رو باید به کدومش بدن؟ جایزه بازی خدا خوب. پدرتو بیامرز. حالا که دادن که بعد میگم اینجوریه دیگه. الان قصه همینه. اینجوری که بوش میاد ایمان جون باید ببوسیم بذاریم این حرفه رو کنار. به خدا نمیدونم اونو خودت میدونی که میخواد بذاری کنار یا نه. الان حرف اول پول و پارتی میزنه تو این سینما. که غریبه نیستی که. این دفتر ما رو که میبینی دفتر چیه؟ هنربری. آگهی میزنیم روزنامه. 4 تا عشق فیلم این خود پا میشن میان اینجا. یه فرم میزنیم جلوشون، 2 تا عکس ازشون میگیری. 5 تومن هم فرضاً مثلا شهری اینا ازشون میگیری. که بهشون قراره زنگ بزنیم واسه چی؟ بازیگری مثلا. بله هنربری دیگه. آفرین. بابا اونم چیز فهم. مدیتوری تهیه کننده من زنگ میزنه 2 تا پیرزن میخوام، 4 تا پیرمرد میخوام، 2 تا بچه میخوام. ما این عکس‌ها رو اینا رو داریم دیگه آماده کردیم. میفرسته بهشون میره سر صحنه. و هوای بازیگری میان اینجا و هوای هنربری میرن سر صحنه. اینجوری. راستی گفتی کلاس بازیگری اینا رفتی آره؟ کلاس بازیگری هم میرم آره، ولی اون چیزی که فکرشو بکنم نیست. استاد میاد یه چیزی الکی میگه و میره اینا همه دکونه خاله بازی. کدوم بازیگر دیدی که آقا کلاس بازیگری و اینا رفته باشه؟ همه فیلمه. راحت باش. راحت. بله جانم میسم. سلام. آره من سمت انقلابم.
من خیلی زود بیام نیم ساعت دیگه اونجا. نه خب میام، دارم میام. حالا دیگه همین الان راه میفتم. چیزی شده؟ باشه. نه میام الان. خداحافظ. خود اگه امری اوامری با من نیست من دیگه برم. بابا یه چیزی جونه. یه فیلم کوتاه درست درمون بساز بفرستیم واسه جشنواره. این شدنیه. باز هزینه نه ببین به ذهن من همین میرسه. این شدنی ها. من دیدم خیلی از این وارد شدن ها. یه فیلم کوتاه درست درمون بساز بفرست میره بوم صدا کنه. منم هستم. هر کاری از دستم بر بیاد در خدمتم. بذار یه فکر راجبش بکنم. الان اینو فکر تمرکز ندارم. عجله دارم. اینو فکر کن. منم خبرشو بده. قربون تو برم. میری؟ تو رو خدا منو ببخشید. امروز خیلی اذیتت کردم. نه چای تمام خوردی ها. نه دیگه دیر میشه. برو به سلامت. آقا بازم ممنونم. برو به سلامت. با اجازت. خدا نگهدار. دیر کردی 5 دقیقه است دیر کردی. دیر نشد یاد نره کجا می‌خوای بدو یکی از رفیقام زنگ زده به یکی از دفتر سینمایی گفته من می‌خوام برم سرمایه‌گذاری کنم نقش آره سلام خسته نباشی. سلام. آقای چنگیزی تشریف دارن؟ اسمتون جلیلی. تشریف داشته باشین صداتون میکنم. مثلا آقا یه لحظه مرسی. بفهم. من که چرا خیلی گرم. آخه من جواب عرضه چجوری بدم پول گذاشتم اینجا؟ کارش نخواه. پول خوبم خیلی خوبه که ببین من کاری ندارم فردا من واسه مادرش اینو میخوام بذار اون بچه تبلیغ بزنم آفرین بزن چی زنگ میزنی؟ احمد دیگه 5 دقیقه است مال کاشته خودش هم نیومده. الو سلام چطوری احمد؟ با مطبه. الو سلام داری؟ آره ما دفتریم. آره بیا دیگه شما برای سرمایه گذاری می‌کنید اینجا؟ نه بابا برای دست بازیگری من چند تا دفترم رفتم. بیشتریشون که دنبال پولم، بعضیشون هم میگن که برو بهت زنگ میزنم. میگم خسته شدم اومد دستم تو جیب بابا بود. بعد دیگه قید این سینما رو بزنم برم دنبال یه کار دیگه چون خیلی سینما پول نه من که خودم خواهم اینو 6 صبح میام بچه خوشو میام یالت راحت فقط ردیفش کنی و قرمه دست به انجام در نکن قرون آقا چی خودت بیرون بابا من دیگه ردیفش میکنم نه ترسون مامان دو سه دقیقه دیگه آره دیدم خیالت راحت تو حالا این هم آخریه ماشینا ما رو ردیف کنم اصلا پیادم دهنم داره سرویس میشه جون تو حالا اونو ردیفش میکنم دیگه خیالت راحت تو ماشینا من ردیف کن اون مامان
قربون تو بعدات شم بیا خداحافظ. خانم ما صبح تا حالا باید دنبال دمپایی‌هامون بگردیم. خب این 20 صاحب بود سگ مرده میگیره دیگه. سلام آقا چنگیز. سلام آقا. آقا چنگیز مرتب می‌کنید فیلمنامه منو مطالعه کنید؟ این چیه؟ نه اون فیلمنامه است یا سر لوکیشن بهتون گفتی بیار دفتر. خب این کار چندمته؟ این کار اولیه. کار اولته؟ خب الان وقت ندارم بخونم. برو حالا یه روز دیگه بیا. مطالعه کنید حتما خوشتون میاد. باش. محمود باشه. برو. خداحافظ. اینا من دست داشت بکنم. میگم شما هم اومد نستید اینجا علکی کیانی که نیومده. یه روز دیگه بیام. بری فردا بیام. الو. سلام. قربونت تو چکرم. آقا چی شد پس؟ بس سوالا رو میگم این رشید 200 دفعه من زنگ زد ها. بودو آقا رفتید. بودو. خانم این رشیدی زنگ زد بگوی اصلا وصلش نکن. بگو یه رو دیگه میاد دست بلا. الان وقت اومدنه. واقعا شرمندم سلام. آقا سلام شما احمدم خوبی شما ببخشید خانم میخواستم با آقای چنگیزی صحبت کنم چون نرفتید تو اسمتون آبدی هستن خودشون میشناسن مرسی آقا چنگیزی آقای به اسم آبدی اومدن.